طبق لایحه کارهای جستجوی گیاهخیمیایی در منطقه‌های G42, 32, 33, 44, 45 6 خریطه بیولوژی و تفتیش‌های تکنیکی امتیاز 1/100,000 و 1/100,000 با واسطه برنامه هرگیز با نیکلاس زغال‌ها، نقطه‌های مینرالی، آیون‌های یکمین و دومین گیاهخیمیایی موجوده و دیگر نمودهای کندنی‌های پایدارناک آماده کرده شد. طبق لایحه کارهای جستجوی ارزیابی و تفتیشاتی در میدان معدنی سلیمت ذخیره‌های عمومی کان سلیمت از جمله طلا و نقره با کاتگوری‌های S1 و S2 حسابی کرده شد. طبق لایحه جستجوی عمومی و دقیق طلا در میدان آشوبر منبع‌های دورنمای طلا و نقره ارزیابی گردید. طبق لایحه عکسبرداری گیاهخیمیایی مقیاس 1/25,000 در حدود ورقه‌های G42-20 و طلبی جدا کرده شد. شرکت در حدود دولت استان بدخشان جهت کارکرد نفت کارخانه شده شده است و در حوزه این کارخانه که همون محصولات خام را خریداری میکنند و چند ماه پیشتر از جانب خیلی همین کارخانه با سرگرده گلو در مکتب رسول شد جهت میدانهای آزاد آینده‌دار نفت و این کارخانه نقشه دارد که در سالهای بعد یعنی که آموزش گیاهخواری رو براه می‌آورد. دیگر مسئله اینه که ذخیره‌های نفت و گاز ذخیره‌های نفت و گاز البته در حدود جمهوری تاجیکستان پورا ذخیره‌های نفت و گاز در ژرف‌های برویی پورا آموخته شده است و چند کارخانه‌های هستند که وابسته به استخراج این همین کندنی‌های پایدارناک مشغول هستند. شما می‌توانید معلوماتی پورا از مکتب وکالت‌دار یعنی که وزارت انرژی از ذخیره‌های آب پرسان شده چون که حالت‌هایی هستند که کارخانه‌هایی هستند که در چاه‌های از اعتبار ساخته شده همین که فعالیت کرده هستند و همون چاه‌ها کار کرده هستند برقرار کرده هستند و استخراج نفت و گاز عملی شده است. و مقصد اساسی که وابسته به ذخیره‌های تمام نفت و گاز متخصصان ساحه گیاهخواری متخصصانی که وابسته به تکتونیک مشغول هستند متخصصانی که وابسته به همین مجموعه خرید زمین مشغول هستند یعنی که پیشگویی می‌رود که ذخیره‌های تمام نفت و گاز اساساً در ژرف زیاده از 5 کیلومتر یعنی که در جنوب تاجیکستان و قسمت‌های شمالی تاجیکستان در حدود فرغانه جایگیر هستند. یعنی که کارهای آموزش گیاهخواری وابسته به این ادامه دارد. از آن جمله بعضی معلومات وابسته به شرکت CBC یعنی معلومات دادند که یعنی پورا کارهای گیاهخواری گزارده شده است چون که کارهای گیاهخواری هم کارهای آسان نیست. در بعد از گرفتن معلومات وابسته به نتیجه‌های گیاهخواری متخصصان باید که همه این نتیجه‌ها را با ساخت گیاهخواری با تکتونیک با گیماتولوژی با دیالوگ و معین شود یعنی که پرمچه‌های ژرفش یعنی که بسیار ژرف کوچک در بر می‌گیرد یعنی که برای مورد شود ارزیابی در ظهورات متال‌های نورگیر گفیروف در نتیجه 115 محل از تحلیل فیزیکی شیمیایی در آزمایشگاه علمی جمهوری چین از تشخیص گذارده شدند. نتیجه تشخیص محل‌ها فیزیکی صنعتی عنصرهای لیتی، ایتری و تنتان را نشان دادند. طبق لایحه خدمات دولتی مشاهده روندهای اگزوگنی بیولوژی در دوره حساباتی در 638 دیه محله و شهرهای حدود شهر لایحه‌های تابع جمهوری ولایت‌های ختلان و سوق تحقیقات‌های مهندسی بیولوژی گزارده شده در نتیجه به 671 خواجگی پیشنهاد برای از جایهای خطرناک و جایهای بی‌خطر شدن داده شد. لایحه جستجوی آب‌های زیرزمینی برای تعریف و تامینات اجتماعی جمهوری در حدود جمهوری 4 پرمچه‌ها با ژرف عمومی 320 متر فرما کرده شدند. نتیجه کارهای گزارنده شده تصدیق می‌نماید که امکانیت کشف کان‌های نوی نمودهای گوناگون کندنی‌های فایده‌ناک از جمله کندنی‌های اهمیت استراتژیک داشته وسیع می‌باشد. بعد اجرای دستور سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان این چنین سفارش‌هایی که در بندهای 2 و 3 نسخه از پروتکل مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 فوریه سال 2024 آورده شدند با قرار حکومت
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 октябри соли 2024 дар бораи горӣ намудани тағйирот ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 апрели соли 2021 заминаҳои 3 ва 5 барнома дар таҳияи нав тасдиқ гардид. ин имкон дод самти корҳои омӯзиши биологиро барои кашфи корҳои нави канданиҳои фоиданоки аҳамияти стратегӣ дошта равона созем.